سلام و وقتتون بخیر دوستان، بازم خوش اومدین برای یه سری از نکاتی که تو عمو ماستر باید راحت بشه. این از ابتدا کارمونه که شروع کردیم. اگر سوالی داشتیم ما در خدمتتونیم. ببینین دوستان، هر موقعی سر یه پروژه میریم برای بار اول که قرارداد ببندین، این نکات باید حواستون باشه. حالا اینجا رو نگاه کنین، از این پایین بگیرم زاویه‌اش بیشتر داشته باشین. اینجا کارمون داره کاشیمونه بگیره، بعد اینجا همه زده بشه، این ایزوگام کنده بشه، دوباره ایزوگامی بیاد این ایزوگامش کنه. یک نقطه اولی. نقطه دومی، اینجا ببینین لوله کش چیکار کرده. آقا این لوله رو انگار به نظر من الان 10 سانت 12 سانت این لوله رو اینجا تو کار گذاشته، با وجودی که این دیوار بریشیه 5 سانت جلوتر از این دیوار است. یعنی این دیواره در اصل عقب کشیده شده 5 سانت. دوباره لوله کش هم اومده یه چاک اینجا برامون درست کرده. بعد لوله هاش هم ببینین کجا گذاشته. بعد ما این هرچی بکشیم نمیاد لبه کاشی. ببین دوستان، به این چیزا باید تو کارتون دقت کنین تا بعدا با مشکل نخوریم. این نگاه کنین، به خاطر این دودون لوله، این به خاطر این لوله و اون لوله که از پایین مثل اونجا شیب بندیش مثلا ایزوگامش خیلی بد بود، چون قبل از ایزوگام کسی که اومده بود پلستر زده بود کف اینام براش صاف کرده بود، اون اشتباه کرده بود، ایزوگامی هم اومده دنبال اون اشتباهش تکرار کرده. آقا این حواستون به این چیزا باشه. خدمتتون، این وقتتون خوش، خداحافظ.